سلام. توی این ویدیو میخوایم با همدیگه واسطه حسابی رو کامل یاد بگیریم. ببینید، واسطه حسابی به زبون خیلی ساده و راحت ترین تعریف واسطه حسابی دو تا عدد میشه میانگین دو عدد. پس واسطه حسابی دو تا عدد میانگین دو تا عدد. میانگین دو تا عدد چی میشه؟ میشه جمع اون دو تا عدد بر روی دو، چون تعداد عددامون دو، ما میدونیم میانگین میشه مجموع بر روی تعداد. پس این میشه چی؟ واسطه حسابی. مثلا فرض کنید ما عدد 4 رو داریم و عدد 6 رو هم داریم. خب واسطه حسابی 4 و 6 یعنی یه عددی بین 4 و 6. خب که ما این عدده رو بخوایم پیدا کنیم، 4 رو میگیم به علاوه 6 تقسیم بر 2. 4 و 6 میشه 10، 10 تقسیم بر 2 میشه 5. پس این میشه 5. برای مثال میایم میخوایم واسطه حسابی 5 و 15 رو پیدا کنیم. خب چیکار میکنیم؟ میگیم 5 رو با 15 جمع میکنیم، تقسیم بر 2 میکنیم. 5 به علاوه 15 میشه 20، 20 تقسیم بر 2 هم میشه 10. پس واسطه حسابی 5 و 15 میشه چند؟ میشه 10. میخوایم واسطه حسابی -3 و -9 رو پیدا کنیم. باز میگیم -3 به علاوه -9 تقسیم بر 2 که میشه چی؟ -6. پس واسطه حسابی -3 و -9 میشه -6. حالا یه مبحث دیگه ای که هست، میخوایم چند تا واسطه حسابی بین دو تا عدد وارد کنیم یا قرار بدیم. ببین این یعنی چی؟ یعنی فرض کنید ما یه عدد ابتدایی داریم و یه عدد انتهایی داریم. میگه آقا بین این دو تا عدد، مثلا فرض کنید A و B، یه سری عدد باید قرار بدیم که این اعداد و این عدد A و عدد B با هم دیگه یه دنباله حسابی درست کنن. خب یعنی چی؟ یعنی میخوایم بگیم که عدد اولیه، عدد آخریه و این عددهایی که بین این دوتان بیان یه دنباله حسابی تشکیل بدن. ببینید یه مثال با هم ببینیم. من اینا رو پاک کنم. گفته میخوایم سه تا واسطه بین 2 و 18 قرار بدیم. سه تا واسطه حسابی بین 2 و 18. ببینید این 2، اینم 18. چند تا عدد بین 2 و 18؟ این 1، این 2 و این 3. بنابراین انگار ما یه دنباله حسابی داریم که جمله اولمون 2، جمله چندممون 18، جمله دوم، سوم، چهارم، جمله پنجممون 18. A5 چیه؟ A1 به علاوه 4 تا D شده 18. خب A1 مون 2، پس 2 به علاوه 4 تا D میشه 18. در نتیجه D به دست میاد 4. خب ما میدونیم که اگه به جمله اول 4 تا اضافه کنیم میشه 6. جمله دوم به دست میاد. دوباره به جمله دوم 4 تا اضافه کنیم جمله سوم به دست میاد میشه 10. و دوباره این کار رو انجام بدیم جمله چهارم میشه 14. اگر دقت کنید ما الان یه دنباله حسابی داریم که جمله‌اش 2، 6، 10، 14، 18 و 6 و 10 و 14 بین 2 و 18. بنابراین ما اومدیم بین 2 و 18 سه تا واسطه حسابی قرار دادیم. این از این. حالا مورد دوم رو که گفته 5 تا واسطه بین -10 و 20 هست رو خودتون حل کنید و جوابش رو حتما کامنت کنید برامون. خب یه مدل از سوالایی که توی این دنباله خیلی تکرار میشه اینه که واسطه حسابی بین دو تا جمله از دنباله رو میخوان. یعنی ما باید اون دنباله رو تشکیل بدیم، اطلاعات بیسیکش یعنی A1 و D رو داشته باشیم و یه سری سوال قشنگ مثل این که مثلا واسطه حسابی بین جمله 10 و 20 چنده رو بتونیم خیلی راحت باشون حل کنیم. ببینید تو این سوال گفته که در یک دنباله حسابی جمله چهارم 10، پس A4 10، یعنی A به علاوه 3D مساوی با 10 و A8 یا به عبارت دیگه
A به علاوه 7D 20. خب ما اگه بیایم این دستگاه دو معادله دو مجهول رو حل کنیم یا اینکه بیایم معادله دوم رو از معادله اول کم کنیم، 4 تا دی میشه 10. پس دی میشه چی؟ 2.5 یا 10/4. خب دی شده 2.5. واسطه حسابی بین جمله 13 و 31 رو میخواد، یعنی A13 و A31. ببینید ما برای اینکه A13 و A31 رو به دست بیاریم، خب دیشو پیدا کردیم، A1 هم باید پیدا کنیم دیگه. میگیم توی یکی از این فرمولا A1 رو از رو دی به دست میاریم، میگیم A به علاوه 3D شده 10. پس A به علاوه 3 ضرب در 2.5 7.5 شده 10. پس A چی میشه؟ A میشه 10 منهای 7.5 2.5. خب پس A1 مساوی با D شد، مساوی با 2.5. حالا A1 فرقی نمیکنه. حالا A13 و A31 رو از ما میخواد. ببینید A13 میشه چی؟ A1 به علاوه 12 تا D. A1 چیه؟ 2.5 به علاوه 12 تا 2.5 که میشه چی؟ C به علاوه 2.5 میشه 32.5. حالا A31 میشه A1 به علاوه 30 تا D. خب A1 2.5، D هم که باز 2.5، 30 ضرب در 2.5 میشه 75. این میشه 77.5. خیلی راحت. سوال از ما واسطه حسابی بین جمله 13 و 31 میخواد. پس میگیم جواب ما واسطه حسابی مساوی میشه با 77.5 به علاوه 32.5 تقسیم بر 2. 77.5 و 32.5 میشه چی؟ میشه 110. تقسیم بر 2 میشه 55. این میشه جواب این سوال. و سوال آخر که تمرینتون هست، گفته دو تا دنبال حسابی داریم. در دنبال اول جمله اول 2 و نسبت جمله پنجم به سوم هم 2، یعنی A5 برای A3 2 هست. در دنبال دوم جمله سوم 7 و جمله هفتم 3. واسطه حسابی بین اختلاف مشترک های این دو تا دنباله رو پیدا کنید. یعنی در واقع شما بیاید دی رو توی دنباله اول پیدا کنید، توی دنباله دوم هم پیدا کنید و واسطه حسابی بین این دو تا رو به دست بیارید. امیدوارم که توی این ویدیو یاد گرفته باشید که واسطه حسابی چیه و بتونید سوالای مرتبط باشو خیلی راحت تر از قبل حل کنید. ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، برای دوستاتون بفرستید و حتما نظراتتون رو با اون کامنت بذارید توی قسمت کامنت ها و جواب این سوالم حتما برام بفرستید و جواب سوال قبلی هم که توی اوایل ویدیو بود. تا ویدیو بعدی و ادامه مباحث مربوط به دنباله حسابی، خدا نگهدار.